عرض ادب و احترام، محمد رضا اسدی هستم، نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی. خیلی وقتها درباره آینده ایران حرف میزنیم. ما از ریشه مشکل شروع نمی کنیم. همه دنبال مردم، فرهنگ، منابع، اما یک نگاه دقیق تر هم هست. مشکل اصلی ایران نه کمبود منابع طبیعی بوده و نه نبود فرهنگ و تمدن. مشکل اصلی نوع حکمرانی بوده. جمله نقطه شروع طرحی به اسم پژوهشگرایانه. ایدهش ساده است. این کشور فقط با شعار و انقلاب و افراد کاریزماتیک درست شدنی نیست. باید کشورداری تبدیل بشه به یک دانش قابل آموزش، مثل پزشکی، حقوق یا مهندسی. این اداره کشور دیگه یک کار تجربی و سلیقه‌ای نیست، یک حرفه تخصصی با معیارهای علمی. پژوهشگرایان تلاش میکنه چارچوبی بسازه که حکمرانی آینده ایران نه مذهبی باشه، نه ایدئولوژیک و نه فرد محور، بلکه قانون محور، شایسته سالار و پاسخگو باشه. ما درباره حکومتی صحبت میکنیم که قدرتش از مردم بیاد، نه از اعتقاد یا رهبر. هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست، نه نظامی، نه مذهبی و نه سیاسی. طرح پژوهشگرایان، طرح دانشگاه کشورداری، طرحی است برای ساختن ایران آباد و آزاد و ملتی سرافراز و قانونمند. بنیانگذاران این طرح سیامک عسگریان، شهرام احمدایی و بنده محمد رضا اسدی. و ما برای شروع کارگروهی تشکیل دادیم و دست به نگارش یک مجموعه 14 جلدی از کتاب پژوهشگرایان زدیم که در حال حاضر 4 جلد اون در سایت لولو به انتشار رسیده. اگر به دنبال تغییر احساسی و هیجانی هستی، این طرح و این محتوا برای تو نیست. اگر به دنبال راه حلی ساختاری و بلند مدت برای آینده ایران هستی، این مجموعه را دنبال کن.